силоҳатро парто, вагарна тирро дар сарат ҷой мекунам. معلوم میشود که این دختر برای تو قدر ندارد. میخواهی که در سرش پرانم بمیرد. سلاحت را پرتو. دستم! کلش کمال جایی بستن به بیمارخانه بر برو. حبسخانه باید میگفتی زبان حبسخانه از بیمارخانه فرقی ندارد. رانو خوب هستی؟ خوبم با مرکز اینترنتی اثر گروه با یاری تاجیلی روان کنید. کلش کمال زخمی به دست آوردیم. زودتر باشد. چی در پیش گوشی من دزد استادایی؟ کمک طلب کردم. چی باید نپرسم؟ گویا که کمی پیشتر در سر من سیلا مانده بودم. عادت کردم. تو وهم نکن. کمی آرام باش. توبه کردم. اگر به سرش یک تیر خولی میکردم بعد میفهمید مرا. وهم نکن راه گرد. فهمیدی؟ لا حول ولا قوت. یکی دو آخرین مرتبه میپرسم. یگان چیز رو به یاد آوردم میتوانی؟ چی شد یگید؟ با کی صحبت میکنی؟ جواب ده. من کوشش دارم که به یاد بیارم. اگر به یاد آورده توانی هم خودت و هم لایحه حیف می شود. همه رو تازه کرده باز از نو سر میکنیم. های کنی خیز احمق، تو از لکه از هوش رفتی مگر؟ الو چی گفت شد؟ خب بر سرت حاضر هر دیمان را پیچانده میبرند. تیز باش میگویم. درونی جورابم توفنگچه است. برار آن را پران زنجیر را به من دیگرد. روگرد قریب بود که ما رو میکشتن. تو در کجا بودی؟ در کجا بودم؟ تو از کجا میدونستی که من میایم؟ نمیدونستم. اگر در میکردی چی؟ یعنی نمی اومدم. خیر پس چرا اومدی؟ التفاتی غیر چشم داشته کردم. آدم ها رو تعقیب کرده یک بار به درون هجوم کرده. البته مثل بلای ناگهانی. هم به خاطر کشور هم به خاطر تو. خیر کنی لطفتان رو بینیم. بچه های ما کجا شدن؟ مهمدو گپ رو به دیگر طرف نبر. روی برای روزنامه نگار ایستاده است. این انگشترین مادرم. این را از کجا گرفتی؟ حاتم توی داد. تاکید کرد که این انگشترین رو به آن نازنین ده. ممدو میدونی این رفتارت به من خیلی پسند افتاد. کلش راه احتیاط کن. ممدو یاری دهید. من چیزی به یاد آوردن نمیتوانم. نمیتوانم به یاد بیارم. نمیتوانم هیچ چیز رو به یاد نمیارم. یگان چیز شد جانکم آرام شو. با من نمیگویی با کی گپ زدی؟ نمیدانم. نمیشناسم. به من اینقدر سوال نده. هوشو یادم نیست. سوال نده. خیریت که به یاد ندارد. میکشتم و زیغ میشدم. اینقدر زحمت بیهوده میشد.
لابای سردارم. یکی چیزی به یاد ندارم. لایحه را دوام میدیم. کسی نادیده آنجا را ترک کن. خوب شده است. ممدو خوبی، ممدو چشمت را کشو، ممدو التجا میکنم. بیاری دهت. ممدو چشمت را کشو، ممدو. با تو چی شد؟ ممدو التجا میکنم. ممدو خوبی؟ من در اینجا از ترس قریب تلخه کف شوم. تو باشی مسخره میکنی. نه چیگونه مسخره بازی؟ نگاه کن خونه اومده ایست. کنی از جایت خیز گفتم. تو باز شوخی هم میکنی ها؟ نخو چی خیل شوخی؟ نزن والا درد میکند. این کلش سبیل کجا شد؟ گریخت؟ نه در قهوه خانه نشسته انتظاری آمدنی ماست ممدوک. پس چرا اونها رو انتظار کنیم؟ ای ایست، من هم با تو. به خود اویگید بیا تو رو به خانه برم. حالت خیلی بد است. حالم بد است ملیکه. سرم اوشو یادم نیست. دیلم بی حضور می شود. شد همش گذشت. ببین من در نزدت. بیا اکتون خیز می رویم. آیسته. خیریت که تو هستی. رفتیم. کلش! اکر نمورده سلاح دارد. البته نمیمیرد. نتوانستم که به کلش پرانم. من باید کردم. تا کجا میگرزی؟ یک کجا گرزتن نمیتوانی ایستا. یک طرف ایسته. خواهش میکنم خاموشیست. اکا زود سوار شو. باز دارم اونجای برادر زنم. رسید ممدوک. حکم کلش کامل با آدم‌هایش با ماشین سیاهی گریختند. زود راه‌ها را بندید. همه گروه‌ها را سفربر کنید. با پروندن کو پرونده اما رسید یا نه مورد بحث است. کلش احمق تیر رو در کلت جا می‌کردم اما نمی‌توانم زیرا پلیسم. به حال من نگر هم کلش گریخت از دستم هم نزد نفر زبان کوتاه شدم. خدایا مرا از تیغ زبان او نگه دار. راه گرد. سردارم احتیاط کنید. خدا شفا دهد سردارم. شما رو در بینمان دیدن ما رو خیلی خرسند میکند. تشکر بچه ها. در نزد مهربانی شما من سرخم میکنم. از خداوند تعالی خواهش دارم که مرا در این محبت صمیمی که نسبت به من ظاهر میکنید لایق گرداند. کوشش میکنم که با باوریتون سزاوار گردم. با شما بودن برایم گواراست.
میبینم که در گروه بعضی ها نیستند، نفرانی هستند که خوب یکی در یک طرف مانیم و مثل ابر سیاه یک میتا به در غیب میزند. دیگران را نمیبینم، مثال ممدو. سردار حتما میآید. انا آمد. ایست آهسته. دکتر گفت که بسیار حرکت نکند. هیچ گپ نشده است. ها ممدو با تو چی شد؟ اپا کلش کامل به مرکز نوی ما آمد. ناگهان ممدو هم آمد. او آمده با حضورش همه ما را شرفمند کرد و زخمی شد. اما آنقدر مهم نیست. همین تقدیم ممدو. سردارم شناس میکنم. کاتبه نوی من رانو توپاک. توپاک یعنی چی؟ رانو توپال. در اصل رانو توپال باشه درست‌تر است. نامی رهبری گروهی مخصوص باز چی می‌خواهی؟ بیا یکیت. یگیت با تو چی شد بچه؟ در نبودن ددان ترتیبات کم شده است. جورا جان خوب استی؟ شما رو 2 دقیقه تنها مانده نمیشه. مثل طلبه هایی که در غیب معلم زنازنی میکنن. با خدا بچه های ما رو چشم کردن. خوب است یگیت؟ از دیروز به زنگ میزنم اما تو رو افته نمیتونم. خوبم کمی بیتاب شدم. شب را در بیمارخانه گذرانیدم. سردارم مرا ببخشید. زکی احیا می آید. سلام دوستان. سلام آقای پروکورور. سلام آقای پروکورور. ممدو یگیت این چه احوال است؟ اونقدر مهم نیست آقای پروکورور. برای دیده برآمدن این نقشه ها مشورت کردن میخواستم. میبینم که در این احوال نمی شود. بهتر آن است که تا پگاه صبر کنیم. به نجیب سردار هم امکانیت میدیم که آرامانه سنجد. نه هیچ گپ نه. سلامتی مهم اما کار مهمتر است. آقای پروکورور من هم اشتراک کنم. حال من هم بهتر می شود. خیر هنر تو کودکا رو گرفته خونه. مرحمت آقای من شب میام. بچه ها اجازه دهید. رفتیم بچه ها. سردار مرحمت گذارید. لبی ادنه باید هرچه زودتر بخوریم. خوب شده است. می آیم ایلین خانم. از باغچه زنگ زدند. باید تاجیلا به اونجا روم. خیر به همه روز بخیر. شب همه به خانه ما یک جای لازانیا میخوریم. تا دیدن. ملکه برای همه‌اش تشکر. هیچ گپ نی. تو هم می بودی برای من چنین میکردی. خیلی خوب شد که از سیدی خلاص شده. اما عقل این رانو هیچ وقت ندار آمد. چی شده است به تو موازد خوب نمی آید؟ زخمی شدم اما بخیر است. حاضر در کجایی؟ در یک جای بی خطر هستم آقا. پروا نکن آنجا کاری به تو کردن نمیتوانم. از آنجا فکر بیرون برآمدن را نکن. دکتر روان میکنم زخمت رو میبینم. فهم سردار. از ماشین خلاص شدی؟ بله اکا بنزین ریخته آتش زدم. پلیس چیزی یافته نمیتواند. نه ایزی دست مونده است و نه چیزی دیگر. همه‌اش خاکستر شده رفت. اسلحه یک ارتش را گرفتند. دیگر باز چی گیرند؟ دیگر چیزی نمانده است. خوش آمدی. همه‌اش میگذرد اکی کمال. چخیل میگذرد؟ نمیگذرد. حالا زخمی کهنه شفا نیافته، زخمی دیگر زدند. حاضر برای طبابت دکتر روان میکنند. شما را میبینند. تا امروز چی کردیم و یا نکردیم دعوا رنگ دیگر نگرفته است. عملیات ها مثل موج دریا بزرگ شده ایستادند و اگر همین خیل دوام کند روز ما را هم در سیلاب خودش میافکند.
در داخل نقشه چی بودنش رو دانیم ممکن یک قدم پیش رویم. من از نقشه ها هم نمیترسم. در نهایت کار با سندهای بی دلیل کاری هم کرده نمیتوانم. کسی از خود گفته است بگوییم و میگذاریم شاهد هایی که پیدا میشوند با دو کلمه از همه چیز روی میگردانند و کار حل میشود. دیگر اینکه در قوه جنگی ما ضعیف شده ایستاده ایم. دیروز در پیش در ما زارا و تولع میکردند، از پیش در میگذشتند، بید بر این میلرزیدند. امروز از ما حساب طلب میکنند. ما که امکانی است با خیزی را به آنها دهیم همه ما را بازپرسی خواهند کرد. فکر کردن این احوال ما را دیوانه میکند. سندهای کشور در دست ماست و این پایلوچای قشلاق از ما بازپرسی میکنند. من هم فکر هستم. در کجا دیده شده است که پای کاری سر را کند؟ آنها یک قدم مانده توانند، ما 2 قدم میمونیم. چنان قدم میگذاریم که آنها تاب نآورده باز فراش پیش در میگردند. ناامید نشوید. پروکورور هم از چارچوب برآمده ایستاده است، به او هم نشان میدهیم. بیا اتدرا شین. درباره چی گپ میزنید؟ درباره نقشه ها گپ زده ایستاده ایم. کار کرد تا باید دانیم که در نقشه ها چه ها موجود است. این کار آسان است؟ چی خیلی آسان است؟ امروز در امنیت بودم. پروکورور نسخه از نقشه رو به نجیب داد. آیا شما میدونید که امشب به خونه کی دعوت شدم؟ خیلی خوب اتنا. من با تو فخر میکنم که انتخاب عالی کردم. استید یکی چی میشود؟ قسم یکمی وظیفه اجرا شد، قسم دوم رو نیز اجرا خواهیم کرد. فکر میکنم که برای دور کردن یگید از امنیت راهی رو کشف کردم. چه راه؟ جای نازک رو یافته کارت میزنم. برای این کار احتیاج به تجهیزات دارم. هر چی که خواهی همه در دست توست. وظیفه هم است توست. نباشد به من اجازت؟ آن نقشه ها برای ما بازیافتی بزرگی شد. اگر نفری رو بازپرسی میکردیم زود به اخباری عامه برآمده سخنرانی میکردن. باید سندهای پرونده رو با دیگر دلیل ها پیشنهاد کرد. این کار به این همه را دیوانه کرده است. آخر دلیل چی لازمه سردارم؟ یکیت کار جدی است. الحال من هم در جریان عملیاتم. این آدمان دولت را چون مال خود حساب کرده به خواست خودشان استفاده بردن میخواهند. پیش چشمان این آدمان را شیره گرفته است و چیزی را نمیبیند. بی تدبیر به یگان کار قدم نباید گذاشت. حاضر اگر امکان می داشتن هر نفری را که با این پرونده سر و کار دارند در سوراخی جا می کردن. مهم از بین برداشتن این موضوع است. شد آخر آقای پروکورور، چرا ما آرام نشسته ایم؟ مادامی که آنها برای ما چاه کافته ایستادند ما هم باید زود عمل کرده. آنها را بچهای خودشان کنده افکنیم. آقای پروکورور خود رو به نادانی نزن جورا جان. اگر کسی عریضه نویسد و تو رو چون نقشه جلب تهمت کند پس تو رو دستگیر باید کرد. یا توبه، همه‌شان را دستگیر کرده دهان و بینه‌شان را شکنیم. خمیر بر این ملایی میشوند. عدالت تنتنه میکند. چهل تنتنه به احوال ما نگر. به من، به خودت، به ممدون نگاه کن. حالا این هیچ گپ نه. همین خیلی ششتن گیریم. روزمان از این بدتر میشود. بدتر سردارم. چند مراتب به تو گفتم ما از آنها فرق داریم. آنها جنایتکار، آنها قاتل. تو هم همان خیل شدن میخوایی. چرا نشوم؟ میشوم سردارم. همسری من مرد، هم مسلکانم را کشتند و باز هم کشته ایستادند. سردارم اون جانش رو بگرامون. قریب بود که او را از دست میدادیم. گویا ما نمیتوانیم سلاح بر سری مردم مانده از آنها گپ گیریم. نمیتوانید. برای همین به سرمون چنین بلاها میآید. این مسئله با نقشه و معلومات نویسی حل نمی شود. خدایا پس چی خلال می شود؟ انا با این می شود دستم به سرش کی ماندی چون بلبل به خوندن می در آید. یگید به تو چی شد؟ احوالات خوب است؟ یگید اشکم نه خوبم.
احتیاط کنی نمیشود. ببین چیکار کرده. ببخشید سرکمیسر نمیگم. شد گپ نزن، خاموش است. جورا جان چی شد به تو؟ ببخشید. آره ببخشید. هیچ گپ نیست سرکمیسر. شد هم از پای کارش شود. به تو چی شد برادر؟ به خدای الو. سلام آقای گید. من ایلین از باغچه فوته. ایلین خانم. گوش میکنم. خیلی وقت شد فوته رو فراموش کردید مگر یگان مشکلی دارید؟ نه چه خیلی مشکل؟ نمیدونم شما باید دونید. امروز حتما باید بخوریم. آمده میتوانید؟ البته میایم. حاضر میبرایم. پس از نیم ساعت آنجا میشوم. انتظار میشوم. اندکتر همینجا میشود. نوحان گوشته میخواهد که یگید از امنیت براید. مگر وقتش نرسیده است؟ به فکرم رسیده است. از دستم هرچی آید برای اجرا آماده ام. در کارهای پیشنهاد هم موفق شده ای. بوکمنت رو خیلی تعریف کرد. کاری دشوار نیست. حاضر برای یگید بعضی سوال ها تیار کردم. جوابهای دادهش از روی روانشناسی به ما راه نشان میدهد. خیلی خوب. من در خود جواب ها و پیشنهادها دارم و اما حالا همراه هم نگرفتم. شبه نداری که یگید چیزی رو پی میبرد؟ البته نه. تو همچون راه برگرد میزنی و من باشم همچون ملکه عاشق. به رفتار بی‌توازنی یگید خاتمه باید گذاشت. خواطر نباشید. من او را تحت نظارت میگیرم. اگر کارچونی صورت گیرد این به عملیات خلل میرساند. این عملیات خطا را نمیپذیرد. بی سبب نمیخواهم که این کارمان مشکل گردد. دیگر من او رو شناخته نمیتوانم. احوالش در حقیقت خوب نیست. چی از وصفه گیریمش؟ رفته در بایگانی کار کند. الحال از عملیات دور باید کرد. یگید؟ پشت میز؟ به عقل نمیخونجد. نمیدانم نجیب سردار. این کار را باید شما حل کنید. اگر حل نکنید خودم با مدیر امنیت گپ زده کار را حل کنم. نه این کار رو تا اونجا بردن شرط نیست. من با طور خواسته‌تان حل میکنم. زیرا دیگر چاره‌ای نیست. چی خیلی میگویم سردار؟ شنود محو میگردد. خوش آمدی. خوش باشی. تمامی روز در بارت فکر کردم. حالت خوب است؟ خوبم، حالم بد نیست. ایلین خانم کجاست؟ در درون تو رو انتظار است. خوب بیا رویم. برفتیم. گریه نکن جانم. گریه نکن. سلام. خوش آمدید آقای گید. خوش باشید. کوبیا فاتح جان من، شیر بچه من، چی حال داری؟ جانکی دادیش پدرت تو رو خیلی یاد کرده زبایکی است. من جانی من. فاتح رو گیری. شیرینکی باید سری مغزو بیایی. بیو گیریان بایسته حاضر ما میرویم با بیرون. خوش چی خبر؟ پدر شدن و مسئولیت داشتن. مرحمت. شینید. گذار یگید. خوش آمدی سوها. ببخشید لیکن طبعم خوش نیست. سوها به خود بیا. فراموش کردی در نزدیکی ایستاده ای. چخیل با دختری من چنین رفتار کردید قریب که میمرد. اینقدر سالها برایتان کار کردم، هرچی گفتید اجرا کردم، حتی بیشتر کردم. چنین رفتارتان را چشمدار نبودم. سوها من اینقدر احساسی بودنی تو را نمیدانستم. درست درش حیران شدم. دخترم قریب میمرد.
حیات پر از خطر است، لیکن رفتار کودکانه تو بر این شخص برایم خنده آور می نماید. وقتی به تشکیلات در آمدن قسم خورده بودی که در این کار مردن هم هست، لیکن زود قسمت را فراموش کرده ای. گوش کن، عصبت خراب شده است، رفته استراحت کن، فهمیدی؟ سخن آخرینتان همین است؟ پاداش خدمتم همین؟ خیلی منت دارم. کبوتر، این آدم به داروی تسکین بخش احتیاج دارد. با شما چیکار کردنم را میدانم. سوها، بسیار رفتاری ناجا کردی. به دختره چیزی نشده است. بیاندیشگی کردی. برای تو آسان. دختری تو باشد آدمی دستی راستی نو انگشته است، او را بالای دست نگاه می دارد. ما باشیم فلوس هم ارزش نداریم. بیهودگویی نکن. نو انگشته تو را دوست می دارد. من هم نشان می دیم که چقدر دوستش می دارم. چی گفتن می خواهی؟ کبوتر، همین را بخواهم گویم که مادامی که ما یکدیگر را چنین دوست می داریم، پس من هم بازی را با قاعده اجرا می کنم. تو چه هم میگویی؟ سیرکا دهانی صاحبش را می سوزاند. بیدان فرخ را دیدی چقدر داغ ماندند. با من فرقی ندارد. دیگر در کرسیش به راحت نمی شیند. در دستی من هم موادهای لازمه هست. میخواهی در همه جا پنج شود. التماس آرام شو. تو دیوانه شدی مگر؟ یک جای با خودت ما را هم می سوزانی. از اسب جعفرا. کبوتر میبینیم، همه‌اش را میبینیم، که خوب که بد، همه‌اش را میبینیم. در یک هفته چند روز کار میکنید؟ 7 روز 24 ساعت. این بسیار نیست مگر؟ خانم، من در کوچه چپته بازی نمیفروشم. چیکار کنیم؟ کارمان همین است. در پرونده نوشته شده است که مادر فاتح وفات کرده است. بله، سال گذشته وفات کرده بود. چه احساس کردید؟ خانم، همسر کس بمیرد چه احساس میکند؟ هر که هر خیل. یکی درد، یکی قهر، یکی تنهایی. احساس من آمیخته است، هر چی که نامید. شما چی تو حال مجرد هستید؟ بله. آقای یکی یک بار دیگر خانه‌دار شدنی بودند و به سرشان حادثه دهشتناک آمد. اگر خواهید به ما هم گویید. برای چی؟ این سوالهای شما چی ارتباط دارد خانم؟ خانم، من برای شما طلبه مکتبم، مگر چرا ما را به اینجا دعوت کردید؟ آقای گید، خواهش میکنم آرام باشید. ما این کار را برای زیبش نمیکنیم. این کاری تربیوی ما است، مخصوصا برای آینده فاتح میکنیم. و من درباره حلیمه نقل میکنید؟ نه، نقل نمیکنم. خانم گوش کنید، چرا شما ما را فهمیدن نمیخواهید؟ آید این موضوع دیگر چیزی گفتن نمیخواهم. التماس سوال ندهید. التماس درباره حلیمه نقل کنید. به غضب آمده است، از قهر میلرزد. کمی دیگر صبر، دردش را کلا میفهمیم. کبوتر چی شد؟ سردار، سوها دیوانه شده است. هر خیل گپ ها میگوید. با چی راه او را آرام کنیم؟ کار ما معلوم است. در دستمان سنت‌های زیاد داریم. او هم دارد. احتمال است که خزینه جمع کرده است. اکنون وقت نشان دادنی مشتی پر قوت آمده است. کنی بینیم دومش را در کجا پنهان میکند. او از خود رفته است. حاضر تو را به جای میبرم. با کجا سردارم؟ به قلب این کشور، خزینه بزرگ. یک بار میبینیم که سوها چه کارها کرده ایستاده و هم میبینیم که در گذشته چه کارها کرده است. حلیمه زنی یکمی شما بود؟ نه، گوش کنید، این موضوع با شما چی دخل دارد؟ او چه خیل وفات کرد؟ پرونده شد. در این موضوع خیلی گپ زده، اکنون کفایه است. برای این کار خودتان را گناهکار میشمارید؟ مگر من پرونده‌اش که خودم را گناهکار دانم؟ پس وجدانتان آرام است؟ نه، آرام نیستم. راستش را گویید، در حقیقت آرامید. گوش کنید، من میروم، تماما میروم.
медонам ки саволҳои додам шуморо нороҳат месозад, аммо барои таълими дуруст ва ояндаи хуби фотеҳ маҷбур ҳастам ки савол диҳам. чӣ гуфтан мехоҳед? гӯш кунед, агар масъулиятро ба ҷо оварда натавонед, давлат писаратонро аз шумо гирифта метавонад. ҳаққи гирифтан дорад. гӯш кунед! медонед хонам, одаме ки писари маро аз дастам мегирад, ҳоло модараш назоидааст. یگید آرام شو. کسی از تو فاتحه رو نمیگیرد. اهلین خانم برای آن اینقدر سوال میدهند که به تو کمک کردن میخواهند. میفهمی؟ آقای یگید التماس شینید. سوال های راجع به حلیمه رو یکسو گذارید. معلوم است که یگید را ناراحت میکند. من نمیفهمم که برای چی موضوع حلیمه شما را اینقدر ناراحت میکند. گوش کنید، نام او را بار دیگر به زبان نگیرید. فهمیدید؟ به زبان نگیرید. من نمیفهمم برای چی اینقدر بازپرسی میکنید. چرا؟ بله، با عیبی من مرد. اکنون قانع شدید. قانع شدید آخر. همین را شنیدن میخواستید. بله، با عیبی من مرد. قانع شدید. شما مرا نادرست فهمیدید. چرا درست فهمیدید؟ من نادرست فهمیدم. حیات شخصی من به شما چی دخل دارد؟ اینقدر عصبی شدنتان در کار نبود. نه خانم، در کار بود. گوش کنید، شکر کنید که شکر کنید که یگید صبر کن. یگید مرا به حالم گذارید. یگید با من گوش کن. یگید به قدری کافی گوش کردم. اگر تو هم سوالی دادنی باشی مرحمت تو هم پرس. یگانه خواست ایلین خانم این از نزدیک شناس شدن است، برای فایده تو و فاتح. مرا روی راست تهدید کرد، ترساند که فاتح را از من میگیرند. یگید به همگان معلوم است که کمبودی جای دارد. در حیاتت از اینها گریخته نمیتوانی. با چیزهایی که روبرو نمیشوی این رو باید قبول کنی. نخواد که ملیکه خانم روانشناس باشد. مایلش، چقدر که میخوایی مسخره کن. تو رو هیچ نفهمیدم. چرا موضوع حلیمه رو اینقدر کلان میکنی؟ نمیفهمم. چرا راضی نمیشوی که فکر او رو از خود دور کنی؟ چرا تو خودت رو گناهکار میحسابی؟ یگید سلام علیکم. سلام جنید. شناس شو کبوتر. این جنید زرد ما خودش صاحب گوش های حساس ترکیه به حساب می رود. خیلی شدم. 2000 ثبت شد مگر؟ نه بیشتر است. حاضر به 2500 رسید. کبوتر چخیر بوده است؟ من از دیدن اینجا حیران شدم. خزینه کیفیرد زبانی همه بود همینجا بوده است. تو مگر دوستاشت را از دست داده ای؟ دوست جانیت آغشته خون در دستت جان داده است مگر؟ چندین روز نخوابیدم، از عقل بیگانه نشدم. حلیمه هم به مثل من در این دنیا روز خوب را ندیده بود. از شوهرش لگد میخورد و صبر میکرد. پدرش هم انسانی رزیلی بود و باز هم صبر میکرد. من اینها رو نمیدونستم. با چه آرزوهای خاصی مایله دار شویم، اما نشد. و مثل فرشته های سفید از دنیا گذر کرد. لیکن هدف آن قاتل من بودم. شاید تو نبودی. چه؟ شاید هدفی قاتل تو بودی، اما هدفی تقدیر حلیمه بود. با مقابل تقدیر برآمده نمی شود. پس این زخم دویم خونالود می ایستد. اگر من هم تقدیر تو باشم، پس اجازت یک زخمت رو ملهم باشم، چون که می دانم که برای تو عزیزم. گوش کن کبوتر. یک ثبت اینجا کشور را در بازی می درآورد. از من پرس که دختری کی به خرید و فروش مواد مخدر مشغول است؟ پسری کی با سندی ساخته از خدمت عسکری آزاد شده است؟
عشق ورزی حقوقدان ها و دیگر و دیگر. پرس، من جواب میدم. سردارم این لقمه تیار است. خیلی عالی جناب. کار بزرگی که عقل من نمیگیرد. چگونه چنین قدرت را به دست آوردید؟ کبوتر با کوشش بسیار به دست آمد. فرض کردیم که مسئله بانک برآمد، صاحبش میخواهد بازگیرد. همه با تلفن سر و کار دارد. تو هم خوبی کرده بانک را نجات میدهی. به عوض خدمت چی طلب میکنی؟ داد و گریخت میکنی. او بانکش را میگیرد، تو در عوض از صاحبی پول کلان میشوی. خریدار هم خرسند، فروشنده هم. اگر زدن ضربه را دانی، پس نیروی نیست که تو را شکند. عالی جناب سردارم. زرد من، تلفن سوها را نظارت کنید. امروز ها کمی هوشش پریشان است. باز یکم بی عقلی نکند. حاضر با خوریه دارد. آوازش را بلند کن. رانا، تو را در خانه انتظار می شوم. با تو پرونده های می دیم که همه آنها را فاش می کند. خواستت را نشر می کنی. برای وجه این کارهایتون چقدر قدردان می شوم؟ نمی دانستم که این خدر از من حذر می کنی. مرا فهم. دخترم هستی. میخواهی نمیخواهی دخترم هستی. زود من هستم بیا. تو را انتظارم. مایلش می آیم. سوهای احمق. به فروخ این خبر را میرسونم. مسئله سوها را حل میکند. کبوتر این لازم نیست. تنابی او در دست من است. جنید، درباره سوها چی در دست داریم؟ همه چیز هست. عکس های با دخترها گرفته رو میخواهید و یا با دخترهای اوریان گرفتهش رو؟ ثبت آواز نقشه های تبدلات رو میخواهید و یا طرز بردن مرافعه رو میخواهید؟ خودت انتخاب کن. باز یک پرونده مخصوص داریم. ثبت آواز. در آنجا چی است؟ مسئله مرگ همسرش، یعنی جنایتی که همه آن را خودکشی نامیدند. در اینجا ثبت مصاحبه با سر دختر است. از همه بهترین همین. همسرش چهره اساسی سوها را دیدن، پس خواست که جدا شود. سوها با آقای ایهن دوستی دارد و هر دو مصلحت کرده طبابت نادرست کردند، یعنی عاقبتش به ما معلوم. وای 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 وای، این سوها را ببین، از من پنهان کرده است. شد جنید، این پرونده و دیگر موادها را ثبت کن. کبوتر، تو به نزد سوها میروی، مسئله را نازکانه به او میفهمانی. البته سردارم، با جان و دل. سردار در همین جاست؟ بله سرکمیسر. درو. سردارم، یافتن او نزدیک شده است. آن بیناموس رو همین روز دستگیر میکنیم. این مراتب از دست ما نمیگریزد. ممدو، چی شد؟ کمی آرام شو. آیدی کی گپ زده ایستاده؟ سردار، آید کلش کمال معلوماتی گرفتیم. کلش در یک از خانه های با اعتمادشان پنهان شده است. نخود، در کدامش؟ تا سحر میفهمیم سردارم. رفیق خواب من خبر میرسونند. این خبری خوب. اگر کلش رو در یک از خانه ها دستگیر کنیم، پس این یکمین دلیل نقشه ها در دستمان موجود میگردد. این کار اعلا میشود. ممدو کار رو سخت پیگیری کن، هرگز به نظارت نماند. پروا نکنید سردارم، این مراتب از دستمون هیچ جا گریخته نمیتواند. و تو پرونده های میدیم که همه آنها را فاش میکند. کمی صحبت کنیم. همین قدر با نو انگشت کار کردی و نمیفهمم که چرا به چنین خطاگی راه میدی. یعنی صحبتمان را گوش کردید؟ نه تنها این، باز این است. نو انگشت خواست که یک نظر اندازی.
هر یک قدمی تو در این 5 سال اخیر، هر یک صحبت تو، همه کارهای افلاسی که کرده ای، فکر میکنم برای قراری با مورد کمکت میکند. همسرم، پرونده همسرم، چخیل دست راست کردید؟ نو انگشته به تو یک دادو گرفتی فایده آور پیشنهاد میکند. برای عوض پرونده های تو این پرونده ها فکر میکنم که تکلیف است رد نشونده. البته که جزا هم دیده میشود. سوها مثل کودک رفتار میکنی، با جای فایده تو ضرر میبینی. بیعقلی نکن. با من چی جزا میدید؟ این را نو انگشته میداند. تو باید راضی شوی. با اصل که دست زدی انگشتت را میلیسی. آیا این گپی من نادرست است؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ با پدرت صحبت کردیم. روزهای آخر در اخبار عامه بعضی گپ‌ها پنج شده ایستاده است. چاره آن را اندیشیدیم. از این خانه برو. با جان و دل. پدر چی شد پدر؟ چرا شبتون خیره پدر به شما چی شد؟ گپ زنید آخر. التماس از من چیزی نپرس پدر. هیچ چیز نپرس. آرام شوید. بیایید به اینجا شینید پدر. شینید. در پرونده ها چی هست؟ یا اینکه به شما هم تهدید کردند. پروکوروری کلان هستید. اگر خواهید به مقابل آنها برآمده میتوانید. خواهید دست به دست میشویم. این آدمان عادی نیستند. ما رو میفهمی. خیلی پرقدرتند. در همه جا آدم دارند. با اینها جنگ کردن نمیشود. برای همین سخن ها رو دعوت کردید. پرونده ها کجایند؟ تو رو فریب کردم. برای آمدن فریب کردم. التماس تو هم دست کش. همه کار رو میکنند. خودت رو از آنها خلاص کن. آروم شوید پدر، آروم شوید. التماس با من گپ زنید. چی شد؟ آنها چی گفتند؟ راو گفتم راو. با این آدمان کاردار نشم وگرنه تو رو. من از آنها نمیترسم. آنها پرقوت باشند، ما از آنها پرقوت تریم. کاردار نشو. پدرت رو گوش کن. کاردار نشو. اکنون دیر شد. تیر از کمان بر آمد. ثبت آوازها رو تشخیص کردیم. آیلین خانم هم گزارشی آماده کرده است. یگان بهانه یافتید که به او هجوم کنیم. از بهانه هم زیادتر. حلیمه برای او یک فاجعه است. راهش را یافته برایش هجوم کنند غوغای زیاد برمیخیزد. لیکن من نقشه دارم. نفری باید آن را استفاده برد. خیلی خوب. سردار مسئله سوها حل شد. انتظار جزای شما هست. چی خیل جزا؟ سوها نفهمیده خطا کرده است. جزای او. اجازه دهید من او را جزا دهم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ او را کشته جسدش را به اخلاط توده میپرتایم. با فکرم چنین باید کرد. با دیگران نمونه عبرت میگردد. نه، اول من را گوش کنید. سوها سرداری یگید به حساب میرود. اگر سوها حلیمه را سخنهای ناسزا گوید، مثال گوید که شوهرش او را میفروخته است. یگید چنان میکند که سوها به بیمارخانه میافتد.
پس از این همچون پلیس کار کردن نمیتواند. تبریک میکنم اتینا، از تحت دل تبریک. در حقیقت نقشه شیطانی این فکری بسیار هم عجیب است. راست میگویی کبوتر، یک به تو نظر میکنم و یک به دخترک. باورم نمیآید که از تو چنین داغی برآید. ممکن به مادرش رفته باشد. خیریت که یک جای خوراک خوردن نصیبمون گردید. دادا اوچم آش پخته است. پخته است و در ما اشتیا نمانده است دخترم. اما که یعقوبت گذشت رفت و تمام خرسندی ما رو با خودش برد. نه برای تو شاد شده بودیم که این دنیا همین خیلی ساخته شده است. یکی می آید و دیگری می رود. آمده می رود و رفتگی نمی آید. این یک معمایی است. روز که تمام شد می روی. گیر دخترم. دانشگاه چی می شود؟ امکانی ندارم. بهترش دانشگاه رو پرتافته به یگان کاری مشغول شوم. تو چی گفته ایستاده خودت میشنوی؟ میخوای نمیشود. چی گپ خودش دانشکده رو میپرتافته است و به کار میدرآمد. چی اکنون تو آخری عمرت عاقل تازه میکنی؟ جوان مرد این رو گوش نکن. یگان چیز تشکیل میکنیم، زیغ نشو. صبر کن. همین روزها کنی همه به دسترخوان مرحمت کنید. اوچا این رو اونجا گذارید. کنی مرحمت به سری دسترخوان. سردارم الپرین یک سویست. یگید باز کجا شد؟ وای شخصی محترم است. از همه آخر می آید. نباشد زنگ زنید که بیاید. من زنگ میزنم. ملکه همینجا تلفن است، زنگ زن. نه اکا جون، از تلفن خودم زنگ میزنم. تلفن در بالا مونده است. حاضر می آیم. عشق نه همین خیل است. آدم رو در زین پایم می دواند. گرسنه هم می ماند. آدم در راه راست به زانو می افتد. آش تلفنش بند است. حاضر می آیم. در کجا باشد؟ شاید در اینجا. أنا همين. لبای؟ یکی در کجایی؟ حاضر می آیم. همه انتظارند، تو رو می پرسند. شد آمدم. تا باز دید. چند وقت شد نمی نمایی؟ چی حادثه به سرم آمد؟ چی حادثه؟ نمیدانم. 2 روز آخر را به یاد آوردن نمیتوانم. مرا گویا به تنگنای بردند. باوری داری؟ گفته‌هایت خیلی عجیب است. خیلی عجیب است، اما این کارو که کرده است تو باید یابی. باید به من نشانه گفته توانی. چیزی نمیدانم آخر.
کی بودند؟ چرا مرا گرفتند؟ عجیبشان است که مرا چرا نکشتند؟ خواهش میکنم که آنها را برای من تو پیدا کن. آرام باش. خوب فهمون تا اینکه یک جای آنها را یابیم. در سرم هزارها سوال چرخ میزند. گویا که در گرداب غرق شده ایستادم. باز هم به چخوری بیتگی فرو میروم. من هم هیچ چیز را نمیدانم. چی جواب دهم؟ نمیدانم به کی باور کنم و به کی نه. گویا که همه دوستهایم برایم بیگانند. میفهمی در میان دوستان خودم را تماما تنها حس میکنم. من هستم در برت، در پهلویت و در حمایه تو هستم. میدانه تنها به همین جا آمدن را به صبرانه انتظاری میکشم، زیرا در اینجا من به خود میآیم. در اینجا حس میکنم که من در کارم. درک میکنم که به وطنم خدمت کرده میتوانم. حس میکنم که در حقیقت به وطنم خدمت میکنم. در آینده خدمت‌های بزرگ خواهی کرد. باور کن. بیا زودتر همه را دستگیر کنیم. جزای گناهکاران را دهیم. هجوم کنیم، به دار آویزیم، بکشیم. یگان کاری کنیم آخر. تو بر اینها که باشد این ملت دائم پایدار میماند. این پرچم افتخار در فضا موج میزند. پروا نکن. قرض وفاداری را در حق شهیدان میپردازیم. هر کاری کردنی باشیم، فقط تأخیر نکنیم. من و تو از عهده همه کار میبراییم. امر را از قلبمون میگیریم. عدالت را در همه جا پهن میکنیم. در جایی که ترس تمام میشود ما سر میکنیم. آتشی را که دنیا را میسوزاند در میگیرانیم. دخترم کنی بین اپای ملکات کجا شد؟ مایلا شوچه. اپای ملکه. خدایا توبه، این از کجا پیدا شد؟ اپای ملکه؟ اپای ملکه؟ چرا دیر میکرده جانم؟ شاید تو رو یاد کردم. شاید خیلی شد که تو رو ندیدم جانم. من در نزد قدر و قیمت دارم یا نه؟ اپای ملکه خروک خنوک میشود. فهمیدم جانکم، فهمیدم. یک لحظه. شیریش بر این چسبیده است. اپای ملکات کجاست؟ گفتم بچه با تلفن صحبت دارد. حاضر میفراید. من میکشویم. شاید جورای من باشد. اکایی گید؟ الله حلالت بادا زود شناخته. نوربانو چی شد؟ دیگری رو انتظار بودی؟ مگر شما با اپای ملکه؟ چی شد با اپای ملکت؟ حاضر با تلفن گپ نزدید؟ با اشتها باشید. ندانم صحبت داشتیم؟ دخترم تو کار دور نشو. به تو چی دخل دارد؟
همه چیز را دونستن میخواد. آلپرن یگید کنی نزدیک دسترخوان شین خوراک گذارم. گذار یگید. نوربانو اپای ملیکه تو را در خجالت نمون. وای میبخشید اپای ملیکه. هیچ کم نی. شین جونم. چیزی موافق نشدم، نه شوهر شدم نه پدر. همه چیز رو برباد دادم. تو گلویم غرق شدم. دخترم مرا ببخش. نه از عهده زندگی کردم برآمدم، نه از عهده مردن. سوهای ترسانچک. کی باشد در این صورت؟ سلام سهر. رفتار امروزت مرا کمی ناراحت کرد. در اصل نمیگذاشتم که زندگی کنی، اما چی؟ آدم های در همین جاست پرانید و کار تمام شود. نه سهر نه، میخواهم با تو باز امکان دهم برای دوباره پیدا کردن اعتبارت. امکانیت؟ چیکار کنم؟ پگاه با امنیت میروید، با یگید گپ میزنی. در کدام موضوع؟ در حق زن مردهش حلیمه. هرچی خواهی برایش گفتن گیر. ضربه آزاد. او یک دیوانه است. او مرا میکشد. آنیق است که ضرر میبینی، لیکن بر مقابلش یک صحیفه نو برایت تقدیم میکنم. راست میگویی؟ راست است سهر، راست. پگاه این کار را تمام کن، باقی کاری من. شب بخیر. چیکار میکنی رانو؟ به خدا خیلی میخواهم که اینجا مانم. ملیکه تو کجا میروی؟ نزد پدرت؟ نه اپا جان، نزد دوگانم، همراه او هستم. ممدو، یوسف امشب تو امانت است. یوسف از سخن اکای ممدوات نبرو. مایلش اکای نجیب وای جوان مرد است. الپرین نکن. برای من هر دشون یکن، چی الپرین چی یوسف. خیر، شب خیر. شب خیر. بیا با من. چخیر میروی؟ من ماشین دوگانم را گرفتم. شب پیش از خواب با من SMS روان کن. خوب بودنت را دونم. خوبم نقص میبرد. مایلش روان میکنم. تو هم رسیدی البته روان کن. مایلش. شب خیر. شب خیر. شو دوستم، تو اینقدر واهینا نکن. تو هر وقتی که خواستی با سر همه داد زدن میگیری. من همین خیل دوستم. چیکار کنم؟ یا دوست دار یا ترک کن.
аз ҳад нагузарон. биё исуф, рафтем. дӯстии йигит ва мемду хуб нест хаёлам. миёнашон чӣ нофаҳмиест? имрӯз каме ҷанҷол карданд. аниқ йигит ягон коре кардааст. ҳатто дар назди оғои зекияҳё. кор кардани йигитро намехоҳад, аммо хотири маро мебинад. пас чӣ мешавад? мегӯяд ки каме кори идора мекунад. йигиту корҳои рӯи мизӣ? валлоҳ йигите ки ман мешиносам он мизро ба сари ҳама чаппа мекунад. он вақт кори мизиро мебинед. намедонам ки пагоҳ чӣ хел ба ӯ бигӯям, лекин барои ҳифзи ӯ бояд бигӯям. аз кӣ? аз худаш занак, аз худаш. сардорам, тайёр шавед. чӣ шуд мемду? бачаҳо нишонаи келешро дастрас карданд. шумо гурӯҳро хабар диҳед, ман дар роҳам. шуд, интизор мешавам. чӣ хабар наҷиб сардор? ҷои келеш муайян шудааст, дар яке аз хонаҳои эътимоднок. бисёр кори хуб шуд. ман иҷозатномаро омода мекунам. ба шаҳрро хабар дил. алло, маводҳои гуфтаамро биёред. фаҳмон? зуд бошед. хайрият ки рамзи пинҳонии нақшаро пайдо кард. бале, бисёр кори хуб шуд. бачаҳо, ба амалиёти оҷил меравем. ҳама дар 5 дақиқа омода шавад. ҳама бояд иштирок кунад. ба куҷо ва бо чӣ рӯбарӯ шуданамон маълум нест. зудтар. итоат сардор. рафтем бошед. инҷо чӣ гап? чӣ хабар? амалиёт аст саркомиссар. келешро дастгирӣ мекунем. худоё, хонам меҷӯшад. яъне боз садои тир, боз бӯи бород. нахот ки тӯи беҳофиз. сардорам, чӣ хуб шуд? хуб шуд, сардорам, сардорам. ҳозир вақташ аст. йигит, гӯш мекунам, сардорам. 1 дақиқаист. зуд гӯед, сардорам, боз ба амалиёт дер накунем. рафиқоят мераванд. афсӯс ки ту ҳамин ҷо мемонӣ. ҳамин ҷо. шӯхӣ мекунед? ҳама омода аст? омодаем саркомиссар. наҷиб сардорро интизорем. вазъиятро ба йигит фаҳмода истодааст. саркомиссар, ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам. йигит дар бойгонӣ чӣ кор мекунад? ниёзи ҳоло вақти фаҳмондан нест. ҳама чиз аён аст. мисли малах паридан ки гирифтӣ, як рӯз не як рӯз ба даст меафтӣ. шумо ҷиддӣ мегӯед? сабаб дар чист? барои беҳбудии худат. ин рӯзҳо аз эътидол берун рафтаӣ. рафторҳои аҷиб дорӣ. мо дар як бозпурсии ҷиддӣ қарор дорем. ҳатто хатои кӯчаке метавонад ҳамаро маҳв гардонад. хатои кӯчаке. ҳамин хел ин қарорро кӣ баровард? муштаракан ба оғои прокурор қарор додем ки то сокит шудан ва ба йигити пешина баргаштанат кори идоравӣ мекунӣ. кори паси миз? сардорам, шумо маро хуб мешиносед. ман дар паси миз худамро мехӯрам, девона мешавам. ҷои ман кӯча аст, амалиёт аст. сардорам, чаро чунин мекунед? чаро чунин қарор бароварде? сардорам, ман ба чунин қарор наомадам. ту худат сабабгори ин ҳама ҳастӣ. чаро чунин қарор қабул шуд? маро ба ягон кори дигар фиристед, рафтар нозири роҳ шавам. наход ҳаминро бар ман раво дидед. сазои амалҳои ман ҳамин аст. магар ҳаққи ман ҳамин аст. сардорам, то имрӯз бе ту қадаме намегузоштам. доимо туро ҳимоя мекардам. чанд маротиба истифоятро қабул накардам. лекин якравии ту, лекин баъзан рафтори нодурусти ту, рафтори сардор, бер мекунем. ҳозир оғои прокурор.
сардорам бо чунин аҳвол оё рафта метавонед? дарде надорам ман. роҳ кардед. саркомиссар, ашёҳои болои мизатонро ҷамъ кардам. ба хазина мебарам. ҳозир аз саратон мемонад ин ҳама нағмаву бозиҳоятон. хуш омадед саркомиссар. хуш бошед, хуш бошед. این هم میگذرد. 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 مندو تو با در پیش گذر. آقام با 3 نفر تو رو حمایت میکنن. عثمان تو 2 نفر رو گرفته پشت رو نگاه میکنی. فهمو سردار. باقی مانده تامین امنیت رو ببینید. نیازی تو اینجا بمان. اطاعت سردار. خدا نگهبانتان بود. خدا تشکر سردار. بچه ها زود باشید. خواطر نشوید. انشاءالله موفق میشه. کنی اینجا بیا کنی من از یه آقای کلشت بیا انا میخیر شایدید اکا پلیس ها اومدند. چقدر پلیس؟ کدام پلیس؟ اکا احتیاط کن. به اینجا هم آمدن مگر اشگب نه مهمانداریشان میکنیم.
ایست با زمین. زود بچه ها این هر دو رو گیرید. اطراف رو خوب از نظر گذرانید. زودتر. تو پیشوازگی. مایلش. کنی بیایید کلادان رو درارید و من پروانم. یک لحظه. سلام آقای سوها. سردارت کجاست؟ برآمدند، به عملیات رفتند. چه عملیات؟ نمیدونم، مخفی نگاه میدارند، لیکن سرکمیسر یگیت همینجاست. او چرا نرفته است؟ نجیب سردار به یگیت پلیسای داخلی دادند، حاضر در بایگانی است. یا خدا چی ها شده است اینجا؟ بایگانی کجاست؟ بالاتر از طرف راست، در دویم. تشکر. سلامت باشید. باشه وضعیت چه است؟ 2 نفر مردن، 2 نفر رو زنده دستگیر کردیم. ممدو تو چه حال داری؟ سردارم کلش پنهان است. حاضر در درون خونه او را جستجو دارم. همه تحت نظارت آقای پروکورور. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. هرگز تسلیم نمیشوم. ممدو برای مرا کشتن فرصت را از دست دادی. یک دفعه بختت بلندی کرد. 2 بار جستی ملخک، سیوم به دستی ملخک. ترهایت را حساب داری. پروا نکن، در اینجا برای 3 شبانه رو جنگ کردن اسلحه دارم. لیکن من اونقدر صبر ندارم. موی سرت نماید به من پس از ممدو. اکنون برار سرت را نشان ده به من زود. حالش ممدو حاضر می آیم. اینقدر احمق بودنت را نمیدانستم. کلش هر ریشدار و بابایو هر نظامی پوش رو پلیس مدان. بسیار متأثر شدم. از جایت نجنب. حتی انگشتت رو جنبونی تیر را به سرت جو میکنم.
راه گردید راه گردید راه گردید زودتر راه گردید زودتر چی شد ممدو؟ کلش رو یافتی؟ یافتم اما افسوس که مردن رو انتخاب کرد تسلیم نشد مگر؟ تسلیم شدن نخواست میلش همه جا رو تفتیش کنید خبر دهید تا جای حادثه رو بینند دستگیر شدگان رو با امنیت برید فهمو سردارم دلیل های یافتمان خیلی مهم است انیق ما رو به حادثه دیگر میبرد درا سرکمیسر سردار خواست که از نظر گذرانی حاضر گویا من در فکر این پرونده هایم تو هم برخواست میکنی نفهمیدم رو اکنون چه کنیم وظیفه است به عملیات میگذرد و سرکمیسریت پس میز کار میکند در خواب بینم باورم نمیآید دنیا همین اگر من هم در خواب ببینم که تو آدمی بناموز شده ای دیگر از خواب نمیخیزم با یادت آرم که در مقابلت پروکورور دولت است به خدا که روزهای آخر تماما فراموش خاطر شدم لطفا مرا ببخش مرحمت نقشه های در جستجو بوده تبریکت نه نمیدانم تو را چه خیل تعریف کنم دیگر به مثل این گردنبند چیزی نمیخواهم مرا اینقدر سوده فکر کردنتان خیلی رنجورم کرد من در حال حس کردم که در آن تجهیزات جا داده شده است تو در حقیقت زنی خطرناکی صداقتم رو نسبت دعوا سنجش میکنید؟ باور کردم که همه کارت به خاطر دعوا بوده است این مراتب از آقای کبوتر خواهش کردم که وقتی بحث سوها و یگید 2 نفر مفتش وزارت آنجا شوند خیلی خوب فکر کرده ای و یا پرونده حلیمه رو از نظر میگذرانی نه چرا از نظر گذرانم؟ بعضی سخنها شنیدم چه خیل سخنها؟ 1-2 خبری آخر گوش کن سوها خاطری سین و سال و منصبت را نمی کنم شواره پیشینش رو میفروخته است تو هم از این خبر داشته ای؟ تو چه گفتی؟ چه گفتی؟ زنی که تو فراموشش کردن نمیتوانی زنی که از جانت زیاد دوست میداری در اصل زنی آزان بوده برای وسی پول داد و گریف میشده است در عجلت رسیده است میکشم تو را پارا میکنم ریزه میکنم تو را دیوانه نکن مرا سوها میکشم تو را پلید میکشمت با من نگاه کن پلید تو را میکشم پارا میکنم ریزه میکنم دیوانه نکن تو مرا تو را میکشم پلید رسید احمد نامرد سردارم اینها کیستند؟ مفتشان وزارت چیکار دارند اینجا؟ نمیدانم خبر نداده بودند آه خدایا سردارم زود باشید چی شد احمد؟ سرکمیسر یگید پروکورور سوها رو میکشد چه ها میگوید سرکمیسر به پروکورور حمله کرده است یا نادرست شنیدم خدایا خداوندا خودش چیگه در این وقت آقای سوها چیکار دارد اینجا؟ نمیدونم کنی رفته بینیم جورا جان شکار میکنی ایست خبر تو بگویم جورا جان نشان میدهم که داغدار کردن نام حلیمه چی معنی دارد سر دستم را میکشم بس با پروکورور دولت چرا حمله میکنی؟ من چونین شرمندگی را باری اول میبینم
همه شما همه‌تون جواب میگویید. یک و یک بار با من هجوم کرد. این رو با وزارت میرسونیم، تفتیشات میبریم. کاری اف نشونده است. نه بلندی رو میدانید نه پستی رو. این چی شرمندگی است؟ لازم باشد از وظیفه سبکش میکنیم. من زیاد صبر کردم مفتش. وظیفه را نه تو داده و نه تو میگیری. من این را با مینتی حلالم به دست آوردم و آن را خودم با دستی خودم میدهم. من به این شرف لایق نشدم. شما شخصی ارزنده را یابید. از من همین قدر. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز عمر، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، میر نسا، خوشنود و دیگران.